ما در арафаи کودکان از مرکز ملی توانبخشی کودکانی маъюби چوربوغ در ناحیه ورزاب دیدن نمودیم. این تفلکانی معصوم که با نقصان‌های گوناگون مادرزادی به دنیا آمدند در مرکز مذکور رایگان طبابت می‌گیرند. یکی در این درگاه راهگردی را آموخته و دیگری حرف‌های اولین خویش را به زبان آورده است. مادران باشند از خدمت‌رسانی طبیبان حاذق و غمخواری پیشوای ملت در حق فرزندانشان خوشنود گشته اظهار سپاس می‌نمایند. بنا به گفت والدینشان طبابت در این مرکز نتیجه بخش بوده سلامتی کودکان رو به بهبودی آورده ایستاده است. من طول 2 سال است که در این مؤسسه میایم طبابت میگیرم. این سال فرزند من شفا یافت و راه روی را سر کرد. من مینتداری خود را به اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسونم. این چنین به کل کارمندان این مؤسسه که به اینها مشق‌ها را میآموزند کمک میکنند به کل آنها مینتداری خود را میرسونند. من از کسور گل چیندم، من از گلزار گل چیندم، ربین جویبار گل چیندم، عجب بسیار گل چیندم. میشه گلدسته اعتیاد برای این مادن غمخور. آینده چی در میخواید درجو؟ آینده از فزنه است. ای 3 سالگیش در اینجا ما اینو طبابت میگیم و پیش رهنه میگشت و همینجا راهگردان شد. دیار نماند ما با وقت ما سر سیزی تو بانه دو باز با 4 کس مهربان باش قدم مادر بادر خواهر با 4 کس سخت نگیر یتیم بیچاره نادار بمور. همین قمرجان من گپ زدن نمیتونست. حساب یکم بار آوردم دیگه بارش دا گپ زدن شده است. Bolalarim uchun imkoniyatim boricha xursand qilaman. Chunki boladan boshqa hech narsa hech kim bo'lsa. قدم نمیزد اینجا آمد خیلی قدم زد است یا دستشمی قدم راه میکرده. تمنا دارم که خداوند همشون به شفای کاملتیان نقص شما را گردان شود دست یک از به محتاج نشوند خداوند تیسته را گردان شوندشون. با وجود آنه که امکانیت جسمانیشان محدود است این تفلکان نیز در دل آرزو و هوس‌های خود را دارند و خدا کند که آرزوی هر یکی آنها برآورده شود.